این دوست کوچولی ما تصمیم به بازی گرفت، گفت میریم بازی. ما هم دیگه گفتم پیش بچه که میریم طرف بازی، در سرک دستشان گرفتم، بوده موتر شاندمشان رفتیم بخیر طرف بازی. خدا اوز که رسیدیم در آمدیم غنم پرتو خدا. باز دیگه بچه ها گفت ما مندازیم خدا، گفتم پرت خدا غنم امالله خان انداخت خدا. بعد از او او بچه تا بازی نمیگی، گفت نه، باز کشید و آمد بازی کرد. خود یاد از اول دیگه دا او فهمیدیم ای ترسیدن ما نمیکنیم. برای گفتم ما بازی کنه صحیح غرام اینا دیگه خوب بازی سر شد. ما هم دیگه گفتم اولا وقت پرتاب شد بال یک تا شفتی بال خودم انداختم خدا. بعد از او یک تا دیگه گفتم تا هم دیگه باید بازی را حال یاد بگیری. وقت بازی شد غرام میام انداخت خدا دیگه. بازی گفت ما باید استخر را باشه، گفتم بیا سر شانه ما بالا شد. سر شانه ما از اون بالا پایین انداختم شد بال. خب دیگه وقتی که تمام شد یک دو دانه چیرام خوردن، پاپرک خدا خلاص کردن.